سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم براتون پروژه نیر یا همون هات رو بهتون معرفی کنم. داخل این پروژه که حدودا رقیب نات کوین میشه گفت، چون واقعا پروژه معتبریه. حتی اگه این اسم این برای سایتشونه، اگر لینک سایتشونو داخل سایت اسکم ادوایزر هم وارد کنیم میتونید ببینید که پروژه معتبریه. یعنی از 100 تا اسکور 92 تا تراست اسکور آورده. پروژه مطمئنیه. پس جدا از اون حدود 2 میلیون کاربر داخل چنل تلگرامشون دارن و بدون صبر و معطلی بریم سراغ ویدیو. اول از همه برای اومدن داخلش که وقتی روی لینک کلیک کردین یه همچین صفحه‌ای براتون میاد که اون بالا نوشته نیکنیم و اون پایینش هم که 12 کد امنیتیه که یه جای امن نگهش دارید، مهمه برای ولتتونه. بعدش که اکانتو ساختید، وقتی وارد بشید یه همچین صفحه‌ای براتون میاره که این بالا بالانستونه که چقدره، گفتم اونجا آیدیتون یه همچین چیزی میاره. و داخل این بخش برای هات که اگه بخوایم هات رو ماین کنین یه درست یه ولتیه که اون پروژه داخل این ولت آوردن، چیز خاصی هم نیست. مثلا اینجا میتونین نیرتون رو به USDT تبدیل کنین یا USDT تون رو به نیر یا هر چیز دیگه تبدیل کنین. بخش سواپشه. بخش ترانسفر هم که میتونین بفرستین، میتونید ارز بفرستین به این سایت، چیز خاصی دیگه این نیست. و حالا میریم بخش هاتش. وقتی بیا اینجا چیز خاصی نیست، بهتون کامل توضیح میدم همه چیشو. میبینید که من میتونم اینو برداشت کنم. الان برداشت شد اومد اینجا. بعد هر 6 ساعت برای من اینجا این هات من پر میشه. داخل این بخش یه سری میشن ها هست که اولین میشنش که راحت ترینشه اینه که همون 12 کدتون رو بکاپ بگیرین ازش، یه چیز خاصی نیست. میشن های دیگهش که اینجا حدود 6 تا میشن بود، من همه رو انجام دادم. میبینید کار خاصی نداره، فقط روی اینا کلیک کنید و بهتون گز فی میده، چیز خاصی نداره. این بخش چیز خاصی نداشت. خب بخش بعدی که این پروژه داره بخش ویلیجشه که واقعا یکی از بهترین بخششه، من خودم خیلی دوستش دارم. که 5% کشبک میگیریم، یعنی هر نفری که دریافت کنه 5% کشبکش به ممبران میرسه. بخش دیگرش هم بخش چت رومشه که میتونن کاربرا یا همون بچه داخل گروهمون بگن که ویلیج از چه تریجری استفاده کنه، که نمیدونم تریجرش برای چیه، حالا فهمیدم بهتون میگم. بخش بعدش بخش لیدر بورد ویلیجه که مثلا اگر کسی تاپ بشه میبینید که این فرد مثلا تاپ یه دونه ویلیج شده و 10 تا USDT یعنی $10 دریافت میکنه دیگه. خیلی خوبیه به نظرم. و لینک ویلیج رو حتما بعد از آپلود ویدیو داخل چنل تلگراممون میذارم، پس حتما داخل چنل تلگراممون جوین باشید. خب بخش بعدی که داره بخش بوسته. بخش بوست چیکار میکنه؟ میتونین مخزنتون یا اون استوریجتون رو تعیین کنین. مثلا برای من هر 5 ساعت یا همون هر 6 ساعت پر میشه. ممکنه شما بازی اولین بارتون باشه ممکنه هر 2 ساعت پر بشه، یعنی هر 2 ساعت هی باید بیاین اینو خالی کنین و بزنین دوباره پر بشه. ولی خب اینو هرچی ارتقا بدین خیلی بهتره، چون وقت کمتری میخواد بذارین. هر 6 ساعت میان یه دور داخلش هاتاتون رو جمع بری میکنین، بعدش دوباره میرین یه 6 ساعت دیگه دوباره میاین، کار خاصی نداره. و بخش بعدیش بخش استون فایر پلیسه که میتونید بگید که
اون مخزنتون رو زودتر پر کنه. مثلا این که من لول 3 لول 2 بخوام همش لول 3 یه دونه هات میخوام، یا مثلا این لول 4 میخوام ببرمش لول 5 که هر 12 ساعت چیز کنم. گفتم خیلی مهمه و راحت تر میکنه کارتون. مثلا هر 12 ساعت روزی کلا 2 بار میام داخلش، کلی هم جمع میکنم. 4 تا هات میخواد. بخش بعدیش هم وودشه که مثلا سریعتر بازم اینم مثل همون استون فایر پلیس میمونه، ولی این میشن داره، میتونید با انجام میشن این کار رو انجام بدید. مثلا موبایل اپشون رو دانلود کنین، یه دونه USDT یا $1 به این حساب اضافه کنید والتتون، یا حدود نیم نیر که هر نیر اینجا قیمتش $7.32، حدود 3 و خورده 3.80 حدود $4 دیگه میگه که وارد کنید. اگه یکی از چالش‌ها رو بخواید انجام بدین، یه دونه $4، یه دونه $1، $5 اگه بذارین 2 تا از این چالش‌ها انجام میشه. یه چالش دیگه هم اینه که یه دونه فرند اد کنین دیگه. یه بخش بعدیش هم همینجا دقیقاً فرنده، میتونین اینجا فرنداتون رو اد کنین و اینجا بهشون ریمایند کنین که یه ریمایندر براشون ارسال میشه. یه ریمایندر که ارسال بشه میان اینجا و میتونن که برداشت کنن، یعنی یادآوری میشه بهشون. و هر وقت که دوستتون یه دونه برداشت کرد، یعنی هر دفعه که برداشت کرد 20%ش به شما برمیگرده و هر رفرالی که اون بگیره 5%ش باز به شما میرسه. یعنی اگر دوستتون کلی مثلا شما یه نفر رو دعوت کردین، اونم یه نفر دیگر دعوت کرده، شما از دوست خودتون 20% و از کسی که دوستتون دعوت کرده 5% دریافت میکنید و به نظرم گزینه خیلی خوبیه واقعا. بخش بعدیش بخش اپسه که اینجا میتونید مثلا این گزینه جدیدشه، یه ولت که میتونید ولت هیتو و هاته که اگه بازش کنیم ما رو میبره اینجا. مهمی نیست اونقدر، میگم اینو دیگه باید خودتون برین دنبالش. اصل چیزش همین بخش هم اینجا که میتونید هاتو دریافت کنید. و میگم من الان روی سیستم دارم این رکورد میکنم که راحت تر باشه، بتونم ادیتش رو راحت تر بزنم. این داخل موبایل هم هست، هیچ فرقی نداره، هم داخل سیستم میتونی اجراش کنی هم داخل موبایل، هیچ فرقی نداره. و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، چنل تلگراممون رو دنبال کنید، پیج اینستاگراممون رو فالو کنید و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و جیبتون پرپول باشه. خدا نگهدار.